آثار حملات نظامیان صهیونیست به نبطیه و سوانه است. جنایتی که در آن 15 نفر از جمله 4 کودک و 6 زن چهارشنبه 25 بهمن ماه به شهادت رسیدند. حزب الله در پاسخ به این جنایت با 10 موشک کاتیوشا شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه و با موشک‌های فلق پادگان کریات شمونه را هدف قرار داد. حزب الله اعلام کرد در این عملیات شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که از آن می‌ترسیدیم. اینجا اصلا امن نیست. اینکه حزب الله هر معادله ای را برای ما دیکته می‌کند غیر قابل قبول است. تجهیزات جاسوسی پایگاه‌های بحری، رویسات علم، مرج و راهب، تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت و استحکامات پایگاه‌های سماقه و برکتریشا با موشک‌های هدایت شونده و پادگان زبدین با موشک‌های فلق 1 از دیگر عملیات تهاجمی حزب الله بودند. این دشمنان می‌دانند مقاومت هیچ جنایتی را بی پاسخ نمی‌گذارد. اسرائیل شاید بخواهد دایره جنگ را گسترش دهد، ولی در حال حاضر قادر به این کار نیست. جنگنده‌های نظامیان صهیونیست نیز 5 منطقه از جمله وادی سلوقی و مارون و رس را آماج حملات خود قرار دادند. توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین به 8 منطقه مسکونی در جنوب لبنان از جمله خیام حمله کرد. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.